دیگر گناه کرد. هر وقت توبه میکرد گناه، توبه میکرد گناه، توبه میکرد گناه، بار بار توبه کرد و گناه. یه وقت حضرت حق سبحانه و تعالی به حضرت موسی گفت که ای موسی برو به فلانی جوان بگو که دیگه خدا توبه قبول نمیکنه، دیگه خدا توبه قبول نمیکنه. حضرت موسی آدرس را گرفت، آمد دید که یک جوان خانه خوبی هم نداره، سر منزل خوبم نداره، لباس خوبم نداره، فقیر است ولی بسیار نافرمان، فقیر است بسیار سرکش و طغیانگر. آمد گفت السلام علیکم، جواب سلام را داد جوان. بعد گفت که شما کی هستین؟ گفت من موسی پیامبر هستم، من موسی هستم علیه السلام، مرا حضرت حق سبحانه و تعالی فرستاده. گفت پیش من؟ گفت بله پیش تو فرستاده. گفت خدا چی گفت؟ پروردگار من چی گفت؟ گفت پروردگارت گفت که برو به جوان بگو که دیگه توبهش قبول نمیکنم. وقتی که جوان این کلام را از زبان حضرت موسی شنید، رو کرد به طرف حضرت موسی، گفت پروردگارم چی گفت؟ گفت